مامانتونم اینجاست. اگه یکم صبر میکردیم ما تا چند ساعت دیگه برمیگشتیم خونه. در ضمن معرفی میکنم دخترای گل و دوست داشتنی گونش. سلام. چی شده؟ حرف بزنید، مشکلی پیش اومده؟ شما بهتر میدونین آقا هالوک. از مامان میپرسی. ببین، معلومه که از یه چیزی ناراحت شدی. تا تو نگی امکان نداره بتونم بفهمم. نمیتونم ذهنتو بخونم که. به نظرم بهتره اینجا اصلا در موردش حرف نزنیم. نمیخوام پیش دوستاتون شما رو تحقیر کنم. دیگه شده، ببخشید، معذرت میخوام. این کارو کردی دیگه. خب گوش میدم. چیه؟ باشه، خودتون اینجوری خواستین. به مامانم قرارداد ازدواج دادین امضا کرده. حالا فهمیدین؟ شما از کجا فهمیدین؟ کی گفت؟ علی یه دوست دهن نقد داره، اون گفتش. پس از علی شنیدین؟ تا همینجا بوده مگه نه آقا هالوک؟ دوستت دارم و برای تو میمیرم و همش داستان بود. حق نداشتین این کارو با مامانم بکنین. ببین الان نه وقت این حرفاست نه جاشه. معلومه که هیچ چی رو نمیدونی. هیچی رو نمیدونم یعنی چی؟ شما به اندازه کافی به جریانات واقف هستین مگه نه؟ آخه قرارداد یعنی چی؟ مگه دارین فوتبالیست انتخاب میکنین؟ شما چه حقی دارین که این کارو با مامانم بکنین؟ مامان من شکارچی پوله؟ اما اشتباه از منه. کاش اون روز برگشته بودیم ازمیر. شما چطور آدمایی هستی؟ من واقعا تو رو خیلی دوست دارم. تو رو همون جوریم که هستی قبول کردم. اما این بار از حدت گذشتی. دفعه پیشم یه اتفاقی مشابه این افتاد ولی تحمل کردم. اما نمیتونیم اینطوری پیش بریم. ما هم نمیخوایم اینطوری پیش بریم. قرارداد ازدواجم قبول نمیکنیم. مامانمو برمیداریم و برمیگردیم ازمیر. نازلی، شما اینجا چی کار میکنید؟ مامان آخه چرا این کارو کردی؟ برو بیرون. گفتم برو بیرون. نازلی، سر من داد نزن مامان. دارم سعی میکنم از تو دفاع بیا اینور ببینم. تو اینجوری میخوای از من دفاع کنی؟ آره؟ اینجوری با گفتن مسائل خانوادگی و متهم کردن پیش کسایی که نمیشناسی؟ ما اینطوری میخوایم خانواده بشیم؟ یارو قرارداد ازدواج داده تو امضا کردی بابا. مامانی که من میشناختم همچین آدمی نبود. خواهش میکنم نازلی لطفاً ادامه نده. تو میخوای خوبی کنی ولی داری همه چی رو خراب میکنی. همه اینا رو میبینی؟ این هتل، خونه، دارایی، این آدما فقط اینا رو دوست دارن. تو رو دوست ندارن مامان. چرا اینو نمیفهمی؟ چرا چشماتو بستی؟ هالوک همچین آدمی نیست نازلی. بدون اینکه کسی رو بشناسی داری قضاوتش میکنی. تو هم قانع نشدی، از صورتت مشخصه. تو مادر منی، من تو رو میشناسم. ناراحتی دیگه. روزی هم که گفتی بابام رفته اینطوری بودی. صورتت میخندید اما چشات همین شکلی بود. الانم همونطوری داری نگاه میکنی. نازلی آخه این کار چیه که میکنی؟ چرا حرف همدیگر رو نمیفهمیم؟ تو چرا به حرف من گوش نمیدی؟ 17 ساله توی بیشتر مسائلی که از من عصبانی شدی حق داشتی، اما این بار حق با تو نیست مامان. قبول کن. نازلی جان ببین این مسائل به شما ربطی نداره دخترم. این مسائل کاملا به من مربوطه. این مسائل نمیتونه به زندگیمون آسیبی بزنه. تو داری خودتو گول میزنی مامان. این مسئله جوری رو زندگیمون تاثیر داره که هیچ وقت نمیتونی احساس خوشبختی کنی. مگه قرار نبود با هم از پس همه مشکلات بر بیایم؟ مگه قرار نبود همیشه 4 تایمون کنار هم باشیم؟ باشه نازلی جان، من نمیخوام بیشتر از این خودمو به شماها تحمیل کنم. باشه. معلم کلاس 9 خانم آفرودیت گونش، کسی که من میشناسم،
فردا بند و بساطش رو جمع میکنه، دست دختراشم میگیره و برمیگرده ازمیر. نمیشه نازلی جان، مدام که نمیتونیم زندگیمون رو عوض کنیم. نمیشه دختر. نمیشه، پس من خودم میرم. نمیتونی تو هم جایی بری. میذارم میرم. وقتی 18 سالم بشه میخوای چی کار کنی ها؟ چطور میخوای جلومو بگیری؟ نازلی جان، دوست نداشتم اینو بهت بگم دخترم، اما وقتی 18 سالت شد من نمیتونم جلوی تو رو بگیرم. اما تا وقتی 18 سالت بشه مجبوری که با من زندگی کنی. باید به من و به تصمیمات من احترام بذاری. اینه؟ حرفت اینه واقعا؟ آره همینه. بعضی وقتا میگم که ای کاش بابام هیچ وقت نرفته بود. معذرت میخوام مامان جون، معذرت میخوام. مامان جون گریه نکن. مامان برگشتین؟ دخترها قبل از اینکه شب بخیر بگن رفتن بالا. زشته. چه غلطی کردی؟ تو سالن هستیم، آروم باش. نتونستی طاقت بیاری نه؟ نتونستی تحمل کنی نه؟ اگه به من دست بزنی میرم به زنت همه چیو میگم. قسم میخورم که میرم همه چیو تک به تک بهش میگم. تو چه ماری هستی ها؟ تو چرا اینجوری میکنی؟ اگه پشتمو ببینه میدونی که اصلا حالم خوب نیست. هالوک، علی پسرم برو تو اتاقت. بده من. یه روز منو میکشه. بدش به من. آروم باش. خیلی حالم بد آبجی. خیلی خوب. خیلی ناراحتم. باش عزیزم، آروم باش. آروم باش هالوک جان. خیلی خوب، آروم باش. آروم باش. نمیتونم نفس بکشم. باش عزیزم. خیلی خوب عزیزم، آروم باش. آروم باش عزیزم. آروم باش. آروم باش. آماده سازی اختصاصی توسط سایت دانلود فیلم 1448